این را گروه سایبری هنزله گفته. همزمان که تصاویری از این جنایتکاران منتشر و نقششان در نسل‌کشی مردم غزه را هم افشا کرده. این گروه سایبری گفته همه این تروریست‌ها یا در بخش اطلاعاتی نظامی ارتش رژیم صهیونی کار می‌کنند و یا در شرکت‌های زیرمجموعه آن. مثلا ماور اینی، برنامه نویس یگان جاسوسی و شنود 8200، یا این صهیونیست یانا شن، او در نیروی هوایی رژیم 8 سال و 9 ماه افسر بخش سامانه‌های دفاع هوایی و تعمیر و نگهداری جنگنده F-35 بوده. این یکی آویو سیدیس در نیروی هوایی رژیم صهیونی سامانه می‌سازد برای فرماندهی و کنترل پهپادها. زک شورمان دیگر صهیونیستی است که در کشتار مردم غزه نقش داشته. از سال 2005 افسر ذخیره نیروی هوایی رژیم صهیونی بوده و آنطور که هنزله گفته در هدایت و راهبری سامانه‌های پهپادی رژیم نقش داشته. دیگری هارل ادرای، 3 سال سرپرست تیم فنی رادار گنبد آهنین و با سابقه فعالیت در شرکت اسلحه سازی رافائل. دیوید سیکسون هم در رافائل بوده، بخش سامانه‌های دفاع پیشرفته. او به گفته هنزله چندین نرم افزار مدیریت و راهبری پهپادی را ارتقا داده. هنزله میگوید این بخشی از اطلاعات کسانی است که در کشتار مردم غزه نقش داشتند و باز هم به افشای هویت و نقش بیشتر از آنها و سایر صهیونیست‌ها ادامه میدهد. رژیم صهیونی در فضای سایبری نشان داده به شدت نفوذپذیر است و تنها یک گروه سایبری به نام هنزله بارها توانسته به لایه‌های امنیتی تو در تویش نفوذ کند، به زیرساخت‌های یگان شنود و جاسوسی 8200 و گنبد آهنین برود و یا هویت فرماندهان ارشد ضد جاسوسی و دانشمندان اتمی رژیم صهیونی را برای اولین بار منتشر کند. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و